میگم ما تا پاشه ها نیمادم بهتر زودتر بگیریم بخوابیم آقا سفتر. ولی از حق نگذریم پشای امسال نسبت به پارسال خیلی کمتر شده. آره فکر کنم تو این گرونی اونا هم دووم نیومردن و جمع کردن از این مملکت رفتن. بهتر، کمتر خونمان خورده میشه. پسر جان باید به ساحت مقدس پشه احترام بذاری که به اندازه نیازش خون میخوره. آخوند که دیدی سیرمونی نداره لامصب. آقا سفتر درست اون پاشه گوگولی ها رفتن، اما تو خبرها نوشته با جاش یه نوع پاشه قولتشنی به اسم آیدس اومده که میگن با نیش تب و دنگی میکنه میمیری. عمو جان ما ایرانی‌ها سیل، زلزله، کرونا و بیپولی و غیره رو تحمل نکردیم که با نیش یه پشه بمیری. آقا جان اینقدر هم خوشبین نباشه. اگه شانس منه این حاج آقا پشه اعتیمی دوست پس گردن من بدبخت میزنه. اون وقت بدون من توی دنیای فانی میخوای چیکار بکنی؟ اوه پاشه رو ول کنید بابا، این خبر رو گوش کنید ببینید چی نوشته. چی نوشته؟ چه خبره باز؟ نوشته چند وقت پیش ناوشکن جنگی سهند آخونده غرق شد. احتمالا سپاهی ها همه سوراخ‌ها و پنجره‌هاشو جوش میدن، اسمشو میذارن زیر دریای سهند. الان سرتشتک سپاه میگه این از اول زیر دریایی بود، ما آورده بودیم بالا هوا بخوره دوباره رفت زیر آب. جالب اینه که ناوشکنشون 2 بار رفته زیر آب. این بار خبرگزارشون با کلی خوشحالی نوشتن ناوشکن سهند برای 2مین بار از زیر آب بیرون کشیده شد. بهشون بگو بذارنش تو کیسه برنج نمشو میکشه. فکر کنم ناو بدبخت میخواسته خودکشی بکنه از دست یه آخوندا، نمیذارن، هی میکشنش بالا تا زجرکش بشه. جالبیش اینه که هنوز هیچ جنگی نشده، تو 7 سال این 4مین ناو یک کشتی جنگی که تو دست رژیم غرق میشه. مثلا اینا میخواستن ناو هواپیمابر دشمن رو غرق کنن، خودشان رو غرق کردن که. ببین پسر جان این جوجه ناوبازی آخوندا نمایشیه، چون برای ولی فقیشون فقط مردم ایران به عنوان دشمن واقعی وجود داره که اونم تو قیام اصلی و لحظه سرنگونی. نه ناوچه روی مردم تاثیر داره نه ناو هواپیما بر. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.